به به، این از غذای امشبمون که مشتری نشسته، یکی از مسافرامونه. دست و گلتون در نکنه مریم خانم، خیلی خوبه اصلا. خیلی پرسیدن که این برنجی مرغش کو، دیشب یکی گفته مرغش پرواز کرده رفته. آقا یه دستی بزن مرغو نشون بده. ما تو ایران هم خدا وکیلی مرغو زیر برنج میذارن. خب تمام اصلا دیگه تمام. بعد نمیدونم شما چجوری بعضی از فالوورا میان میگن مرغش پرواز کرده رفته. بعد همسرم هم جوابشو داده. اما تو ایران هم مرغو زیر برنج میذارن، چه مجلس عروسی باشه چه هتل باشه. آقا نوش جونتون. دست در نکنه. به به، این از غذای امشبمون که مشتری نشسته، یکی از مسافرامونه. دست و گلتون در نکنه مریم خانم، خیلی خوبه اصلا. خیلی پرسیدن که این برنجی مرغش کو، دیشب یکی گفته مرغش پرواز کرده رفته. آقا یه دستی بزن مرغو نشون بده. ما تو ایران هم خدا وکیلی مرغو زیر برنج میذارن. خب تمام اصلا دیگه تمام. بعد نمیدونم شما چجوری بعضی از فالوورا میان میگن مرغش پرواز کرده رفته. بعد همسرم هم جوابشو داده. اما تو ایران هم مرغو زیر برنج میذارن، چه مجلس عروسی باشه چه هتل باشه. آقا نوش جونتون. دست در نکنه.